به استاد کرد آغاز کار باری او ندارد اعتبار دامنی استاد گیروشاد شو مدت خدمت کنه استاد شو. معلم جان امروز ها بسیاری مثال شخصان هستن بعضیشان از اینترنت چیزی میفهمن بعضیشان از اون شخص رفته مسئله میپرسن کمتری که مثال راهی کار یاد گرفتن بعد خودسرانه کار میکنن اولی کارنده استاد بود آخر کارنده استاد نیست هم آخر کارشان با اولی که در آغاز کرده بودن که کار با همون روز به برمیگردن با میافتن سببش چیم سببش این که مثال خلق ما بسیاری بعضی چیز ایگانجو فهمید که فکر میکند که همه چیز فهمید برای همین بسیار غلطی خیلی بسیار از ما بین ما برای همین یک روشن اندازه‌ای که مثال همین تماشاچیان ما همین بهره برن تماشاچیان ما از همین عبرت گیرن هر چی که با استاد آغاز کنم مثال کارشون تیزتر میشن همین چیز بر روشن اندازه بیست السلام علیکم هموطنان عزیز گرامی میگن که بپیر نرفت که در بمانی گرچند که اسکندر زمانی این هزار توانو باشد دانا باشد شما دانایی شما میگذارد زمانه دیگر میشود دانایی شما میگذارد دائما زمان دیگه شده میستد هنر نو در کار است نوی کومنی نو در کار است توانایی نو در کار است این به ضرور است شما بسیار آدما یک تا کتاب میخونند یا که یگان خیلی فکر نو از خود میکنند یا که یگان خیلی از اینترنت یگان جو بعضی چیزا میآموزند گمان میکنند که من با پررگش روز همین چیزا یاد گرفتم یا با پررگش فهمیدم من از تجربه کاری خودم دیدم که 90% من همین از اگه عقب نگاه کنیم 100% عملای کردگی ما بینیم همین 100% عملایی که ما کردیم 10%ش نتیجه دادگی است 90%ش فقط خطایی است تجربه گرفتگی هستیم خطایی افتیده میخیزی بسیار خطایی میکنیم احساب بگیم قیمت میفراد احسابی که به مصلحت کار کردن احسابی که یک تا خودتون توقع فقط فکر خود قطعی کار کردن فکر کمانده نبودنش بعد فکر به مصلحت استاد کار کردن همین چی به آدم کارش خام میکند خطایی زیاد نمیپذیره خمی رنگی که نمیپذیره بله خطایی زیاد میکند وقتی که خطایتون زیاد شد شاید دل شکسته میشه یا پول مبلغی کم داشته باشه و نیست میشه دوباره تا این مبلغ جمع میکنیم که وقت بسیار میگذارن برای همون من در حیاتم چیز فهمیده هستم 5 تا چی مثلا میتونم یکم چیز مثلا یگون کار به مصلحت نکنین استاد گرید خودتون با استاد یک روزه نه استاد دائما همه آدم استاد گرید که یک 10 برابر از شما درآمدش زیاد باشد یک 10 برابر از شما موفق تر باشد همه استاد گرید که همون طرز حیاتی که زندگی میخواهید شما کردن آرزو دارید همون خیلی زندگی ساختگی باشد برای خودش همین خیلی استاد گرید که سن نستش نقطه نگاهش موقعیت یک باشد این یکم مصلحت میدادیم دوم مصلحت میگه خودتون توقع کار نکنید کماند پروفسیونال یابید کماند پروفسیونال خطی کار کنید خطای کم میشه سوم کاری که شما باید فهمید بهترین هنری که آدم هست قوت میتاد آدم با این هنر دوام دادن است تکرار میکنم بهترین هنری که شما باید که از خود کنید این همون هنری است که دوام تید هر باری که خطا کردید افتیدید با دوام تید به پول موندید ازدواج نکنید یگون کس دستگیری نمیکنه ازدواج نکنید مونده شدید رفته دام گرید نیک ازدواج نکنید راهگم زدید رفته آموزید نمیدونید چیکار کردن رفته مصلحت پرسید آموزید نیکی از بحر کار نبرید از مقصدتون نگردید مقصد مونده راههای با مقصد رسیدن رو علیش کنه نه که از مقصد دست نکشید تو به مقصد نرسید بهترین هنر این همون هنر است که شما قوت داشته باشه که دوام تید هم کدوم وقت با آدم بای میتید هم وقتی که شما از بحر مقصدتون میبرید و ازدواج میکنید همون مدت به شما سخت بای میتید چهارم چیزی که مصلحت میتیم من دائما با خداوند باشید دائما دعا کنید وقتی که شما دعا کردن گرفتید پیش کار شما گشوده شده میگرد دست بخیر داشته باشید با خدمت خلق و خدا تیار باشید شما با آسان تر میشه پنجمین چی دائما پروفسیونال شوید همون سایه خودتون با شما گمان نکنید که من اوج همه چیز میدانم یا پروفسیونال شدم این نشانه کبر شما است همون روزی که شما گفتید که من همه چیز خودم میتونم کردم من با نه کمانده در کار نه استاد در کار نه یاردم خداوند در کار خدا پناه دهد اون روز با شما کبرتون به بلند آدمی که کبرش و غرورش بلند است و شکست خوردن میگیره بله عقلش کوتاه میشه 5 تا چیزی که مصلحت دادم کنید ان شاء الله که کار شما با برکت میشه امروز روز استادان که هست
ҳаме устодон мехоҳам ки табрик гум ҳар чизе ки ман ҳаётам ба ёфтагӣ ҳастам аз сабабе ки ҳамин дар ҳамин муддати ҳаёти ҳар як инсон ҳаёти ман ба ҳамин хел шуд. ҳар як муддат ба як одамое мешавад ки дар ҳақиқат таъсир мекунад ҳаёти ту ба ҳаёти ту дигар мешавад. Як вилоят мекунад ҳаёти ту ба ҳар якум модарам будам ман ба дуюм устозам буданд Шамсуддин ки ҳамин хел вай кардан вилоят кардан ман ба сеюм мактаби мо бо муаллиме ки Одинаев Мирзоюсуф дарс медодам математика вай одам буданд. Ба вақте ки ман мактабиёна тамом кардам Александра Залина буд ки кинои мана тамошо кардагӣ бошед ҳамин хел. Ба Бодо Шефер Мирзакарим Санави Нарбеков шуд. Ба Бодо Шефер шуд ҳамин хел. Ба Роберт Флейчер шуд. Ман ҳар як этапи ҳаёти ман ба як одамое пайдо шуд ки куллан ҳамин ҳаёти ман ба як дигаргунӣ овард. Таъсир кард. Ҳамон шумо ковед, устоза ёбед. Саломату сарбаланд бошед тамошобинони азиз.